زیادی وجود داره و اینجا ما زیاد کندنکاری داشتیم که کندنکاری هم بسیار سنگای سخت بود. روی از این قسمی که دیده میشه پشم شیشه میگن. بله پشم شیشه. اینو به خاطر چی انداختی؟ به خاطر وطن کار میکنیم تا که جان داشته باشیم کار میکنیم. حال دیگه دستای مافیا هم قطع است و کیفیت مواد مالی است. شخصا خود ما و همچنان انجینر صاحبای دیگه ما گاهی وقت طرف تونل میبینیم به این فکر میفتیم که کشور ما سراسر تو ویرانه است. خیلی سرد است. خیلی سرد است. آب و برف است. آب تازه و گوارا هست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، بینندگان خوب چینل افغان پرو، علاقمندایی که منتظر برنامه ما هستن، لحظه شماری میکنن که بالاخره امشب قرار است چی نشر بکنن و در مورد جریانات کار سالنگ برای شما گزارش تهیه میکنیم. فعلا در جای اساسی هستیم، جایی که کانکریت ریزی میشه. فعلا شدیداً کار روان است و میریم امروز انجینر صاحب صحبت می داشته باشیم، امروز کارگرایی که زحمت میکشن. کسی را دارین در برنامه دوستای عزیز که از شروع پروژه که من میبینم اینا زحمت میکشن. فعلا همون رقم که گفتیم به جای آمدیم که کارهای اساسی است. قسمت وسطی سرک تونل سالنگ را کانکریت ریزی میکنن. ماشینی است که فعلا کانکریت انداخته و در این قسمت کانکریت انداخته شده و پشم شیشه رویش گرفتن که بیشتر همراه انجینر صاحب گپ میزنیم. انجینر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. خیلی دوستان داریم که در وطن زحمت میکشن. خوش باشین. خوش آمدین به سالنگ. ما در خدمت. بخیر باشید. میشه خدا کوتاه معرفی بکنید؟ نامم احسان الله است. یک تن از انجینران پروژه هستم. دیزاین انجینر پروژه هستم. بسیار خوب است. فعلا پروژه به کدام قسمت‌هایش رسیده که مردم منتظر است که از شما بشنوند؟ الحمدلله شما خود میدانید که سالنگ یک ساحه بند است، یعنی به حساب اصطلاح انگلیسی را کلوز ایریا میگه در بخش انجینری. مشکلات زیادی وجود داره و اینجا ما زیاد کندنکاری داشتیم که کندنکاری هم بسیار سنگای سخت بود که ما زدیم پایین کردیم لیول چیز از زمین. به خاطر که لایه های ما تا 85 سانتی میرسه باید به خاطر از اون ما باید کندنکاری می داشتیم که بالا ما چی روبرو نشویم که بالا ما ساحه نداریم دیگه. سرک ما که از سه لایه داره که یک لایه پایینی است، فیلتر است 42 سانتی است که اون مواد کلان جغل ما مندازیم که آب که سم میشه، آب بیستر در اون مثال چی شوه اونجا بند نمانه و تیر شوه. ما پایپ انداختیم پایین همی جویچه ایده پایپ دراپ شوه. باز از او باز آب سطحی است که آب سطحی از روی سرک میایه در جویچه دیگه. فعلا طبقه نهایی سرک است. طبقه نهایی سرک است که در پلان بعدی یک طبقه دیگه هم داره، طبقه اسفالت یا قیر. فعلا کانکریت که است نهایی است. این کانکریتی که شما میبینید آهن کانکریت است یا به حساب انگلیسی RCC میگه، Reinforced Concrete میگه، سیمنت کانکریت. در این طبقه ما سیخ کار کردیم که سیخ هم الحمدلله از سیخ خود ماست، ملت ستیل است. تقریبا 28.5 سانتی ضخامت داره این طبقه ما. پایین از این یک لایه دیگه کانکریتی است که 15 سانتی ضخامت داره دیگه. فعلا همین طبقه نهایی است. انشالله که حالی هم کارهای ما تا 1 کیلومتر چیز اضافه رسیده. انشالله که در آینده نزدیک هم تکمیل میشه. انشالله باز مدت مقاومت از او به یک مدت منتظر میشیم که مقاومت خود پوره کنه دیگه. انشالله مسافرین اجازه میدیم عبور کنه. از روی از این قسمی که دیده میشه پشم شیشه میگن. بله پشم شیشه. اینو به خاطر چی انداختی؟ اینو به خاطر یخ زدگی که یخ تاثیر نکنه. بدون از این تدابیر نهایی است، آخری است. بدون از این ما کیمیکال میگم، مواد کیمیایی است که در کانکریت استفاده کردیم، از خارج از کشور را چی کردیم
وارد کردیم. در کانکریت استفاده میشه که مقاومت کانکریت رو بالا میبره. بازی تدابیر نهایی است که از پشم شیشه، پلاستیک، بخاری این چیزا ما استفاده میکنیم. فعلا ما همین اون طرف دروازه تونل بسته کردیم. اگه او بسته نباشه بسیار هوا یخ میشه داخل تونل. فعلا هم شما احساس میکنید که هوا بسیار یخ است. بله. دیگه به اون خاطر ما این تدابیر داریم. سلامت باشین. واقعا ما منتظر از این بودیم که بالاخره تونل سالنگ کارهایش به کجا رسیده و مردم دیگر از مشکلات خلاص شوند. انجینر صاحب ماشین من نو میبینم و اون ماشین نو میبینم و قسم که دیده میشه اولین بار است که از این ماشین در تونل استفاده میشه. در تونل این ماشین هم که هست که ماشین ها استفاده شده در بعضی سرک های کانکریتی. این ماشین میگه پیور به حساب همی پیومنت سرک میکنه، یعنی طبقات ریخ میکنه. اما اینجا خو لیول بسیار ضرور است. لیول بسیار ضرور است دیگه. همین ماشین هم که هست وظیفه‌ش همی است که سرک بسیار به لیول چی کنه، ریخ کنه. همین کدام موادی که ما در سرک استفاده میکنیم این به دست ناممکن است. دیگه همین ماشین است که شما دیدین از نزدیک هم بسیار سطح لشم ریخ میکنه کانکریت. ببینین سلامت باشین. از موادی که استفاده میکنین برای ما بگوین چقدر با کیفیت است که با سالنگ ما خراب نشه. زحمت خود شما کشیده. انشالله کیفیتش الحمدلله که بسیار به استاندارد جهانی است. این دفعه تا بال دیگه میشد نمیشد به استاندارد نمیشد. حال دیگه دستای مافیا هم قطع است و کیفیت مواد مالی است و شما دیدین که ما به چی سویه سیخ بندی کردیم. یعنی به این سویه که ما سیخ بندی کردیم میده حتی در سلب پلا استفاده میشه به این اندازه سیخی که ما استفاده کردیم. انشالله بعد از این هم اگه دیگه خراب میشه و یک حوادث طبیعی میباشه و دیگه انشالله که اینجا ما به توجهی مردم هم هست. الان سالنگ از مردم چین بسته میکنه در وقت یخبندان. اگر چین استفاده کنه اینجا خب ما مسئولین داریم، قوای کار از طرف دولت اینجا موظف هستن. اونا باید حفظ مراقبت از این پروژه را باید بکنه. ورنه اگر موترها همونطور بیغوری کنه چین بسته سری از این دیر شوند عبور کنن باز صدمه میبینه حتمی. سلامت بشه. همونطور قدم زده میریم انجینر صاحب که برای دوستان بگویم که تونل سالنگ ساخته شده دیگر نگرانش نباشین و از این برای ما بگوین انجینر صاحب که کدام امکانات دیگر غیر از کانکریت ریختن که شما کانکریت مندازین دیگری تونل داره. اشارات ترافیکی نصب میشه و بر کسایی که موترهای توناژ بلند داره بر از اونها هدایت داده میشه که چقدر این سرک توانایی گشت و گذار داره. بله تونل خود که است تنها کانکریت ریزیش نیست، یعنی مثلا مسائل دیگه هم هست، فعالیت های دیگه هم داره و برای عبور و مرور موترها ما اونجا لیمیتر داریم. یعنی از یک ارتفاع استاندارد تعیین میشه، از او به بعد موترها نمیتونه عبور کنه. سابق هم یک گادر آهنی اونجا نصب شده بود ولی زورگویا و زورمندا می آمدن اون گادر را دور میکردن یا بار پایین میکردن، موتر که داخل میشد باز او را دوباره بارگیری میکرد. حالا انشالله باید که این چیزا کنترل شود و بدون از این سیستم لایتینگ از سیستم ونتیلیشنش هست، یعنی سیستم تهویه از این است که باید این پکا فعال شود مکمل. دو چیزی که در چی تولید میشه داخل توسط این ماشینا و موترها این باید پس تهویه شود، بیرون کشیده شود و سیستم لایتینگ است که رفلکتر سیستم ترافیکی است، پلان ترافیکی است که در دیوالام رفلکتر، یعنی به حساب اصطلاح وطنی چی بگویم منعکس کننده چراغ موتر توسط چراغ موتر منعکس میشه که دیوال معلوم شود و همی مرکز خط مرکزی سرک معلوم شود. در خود سرک هم داریم، دو بغل سرک و در دیوال هم داریم و سیستم لایتینگ است. ببینید مسطح‌کاری شام است که حال ما شاهد انفجارات هم در سایه تونل شاهدش هستیم که انفجارات زیادی در سایه تونل سالنگ شد. حالا چطور است؟ او هم در نظر گرفتین؟ حتما جایی که صدمه دیده باید ترمیم شود به شکل اساسی. بعض جایا
صدمه دیده، بعضی بخشای تونل صدمه دیده. انشالله که اونقدر صدمه قابل تشویش زیاد هم نیست و انشالله ترمیم میشه. سلامت باشین. اما تو بریم از جریان کارم نظارت داشته باشین. انجینر صاحب برای دوستای عزیزم نشان بدیم که کسایی که زحمت میکشن فعلا در هوای سرد پشت سردی نمیگردن، فقط میخواین که خدمت بکنن. این قسمت این همو انجینر صاحب که گفت کانکریت وسطیش است که بعد از سیمتوی کانکریت انداخته میشه. ضخامت از این چقدر است انجینر صاحب؟ کدام طبعی 28.5 سانتی ضخامت داره و برش از 7 متر و همین دو بغلی که پیش از این انداخته شده مابینی شد. یا کدام وظیفه را انجام میده؟ یا همین سطح کانکریت منظم میکنه. سطح کانکریت که بعد از پیور بعضی چیزا میمونه، منفذا و بعضی برجستگی ها میمونه، اونا رو اینا انشالله رفع میکنه، رکتیفای میکنه. چند نفر کار میکنن اینجا؟ نفر خود زیاد است، تعداد دقیقش معلوم نیست، خود تقریبا در پروژه ما که هست از 200 با بالا کارمند داریم. بیشتر میریم دوستا. واقعا ما میخوایم لحظه به لحظه بر شما معلومات بدم. اینا کسایی هستن که زحمت میکشن در وطن فقط به خاطر آبادی و باشه که امروز یکشان گپ میزنم. خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ خیر کارا چطور پیش میره؟ خوب است. کارا خوب است. شکایت ما نداری از انجینر که امروز گپ بزنم؟ نه هیچ مشکل نیست. خیر ببینیم خسته خو نمیشین. سلامت باشین. نه دیگه به خاطر وطن کار میکنیم تا جان داشته باشیم کار میکنیم. خدا را شکر. زنده خدا را باشین. شکر. بخیر باشین. شما که هستین قهرمان هستین. زنده باشین. سلامت باشین. روز خوب باشه. بیا بریم اینجا صاحب پیشتر. اینا دیگه انبارکاری است. کار ساده و آسان نیست انجینر صاحب. قسمی که دیده میشه دو نفر رو طرف دو نفر این طرف. نه هرگز بسیار کار سخت است. الحمدلله همه وطندارای ما همه کارمندا اینجا یک انرژی خاص میگیرن. باور کنین که تونل این 2.5 کیلومتر طول داره. مردم پیاده و میره در میرا خسته نمیشه. از اینکه که شما کورسان میکنی همین خنک هوای سرد خسته نمیشه. میگه خدمت با وطن است. انشالله که هیچ خسته نمیشیم. حتی تا شب تا 1 بجه 12 بجه همیشان کار میکنن ولی خستگی رو احساس نمیکنن. خدا را شکر. واقعا من کار شما را میستایم و هموطنان عزیزم خوش میشن از کارهایتان. نبیم خواسته است هیچ گپ نیست. خب چند تصویر ببینید دوستای عزیز تا که او طرف خوی کار دیگر انجینر صاحب ببینید که فعلا کار میکنه. بله دوستا بالاخره رسیدیم به تونل شمالی و میبینید چهار اطراف ما کاملا برف است و امون رقم که گفتن سالنگ فقط 2 ماه تابستان داره. سردی هوا به حد و به اندازه زیاد است و هنوز در کابل خبری از برف نیست. اینجا تقریبا با چشمای خود میبینید که چقدر برف زدن و ما آمدیم به طرف تونل شمالی و دکانایی که در این ساحه هستن تمامش بسته شدن. ما قبلا پیش از بسته شدن تونل اینجا گزارش داشتیم این دکانا تمامش باز بود، اما به دلیل از اینکه تونل بسته شده این دکانا همچنان بسته شدن و هستن کسایی کار میکنن زحمت میکشن. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلامت خوب است؟ سلامت باشین. با عزت باشین. خیلی خوش میشیم شما رو سلامت میبینیم. باشین. شما بسیار زیاد خوش آمدین که در این هوای سرد خواستین احوال ما را بگیرین و احوال ما را به ملت ما برسانین. بسیار زیاد خوش آمدین. کارا چطور پیش میره؟ این سر صدا از چی هست؟ الحمدلله کارا خیلی خوب روان است. خیلی خوب روان است. یکی سر صدای بیربور ماشینری ماست دیگه. همین مخابرایی که بین خود ارتباط داریم ما انجینرها از نظر کاری چیزی که ضرورت میشه میخواهیم و مشکلات است دیگه روی هم رفته. خیلی کارا خوب پیش میره الحمدلله. با آن که فصل زمستان ما اشاره هایی داده است. تقریبا 2 روز بود هوا خیلی برفی بود، حتی زمینه کار نبود. با آن هم به اذن پروردگار ما تونستیم که دمی 2 روز هم خیلی پیشروی داشته باشیم. خیلی کارا خوب پیش میره. این برف
مشکلات زیادی را بر شما به بار نمیاره؟ کار شما را معطل نمیسازه برف و هوای سرد؟ ولی مشکلات خو خیلی زیاد است، اما ای که ما گاهی وقت با خود فکر میکنیم که مشکلات ملت ما به مراتب زیادتر از این مشکلات است که ما این شب و روز تحمل میکنیم. دیگه آرزوی از این را داریم که انشالله به می زودی ها بتانیم این را تکمیل بکنیم و بروی ملت عزیز ما، ملت شریف ما این را دوباره بگشاییم انشالله. انشالله. استاد شدن اینجا بسیار سخت است، دستار کاملا یخ میزنه، ولی آفرین شما که زحمت میکشین هستین اینجا به خاطر مردم ما. و چطور از کارا روزانه هست، شب هم کار میکنین؟ ما در 2 شفت کار داریم، یعنی میشه گفت که کار 24 ساعته الحمدلله روان است و کارام انشالله دمی هفته های نزدیک 1 هفته 2 هفته پیش رو انشالله دیگه به یک نتیجه میرسه و به خیر کارا تکمیل میشه. دیگه یک مسئله اساسی است که ما را به این هوای سرد دل ما را گرم میسازه و این است که این راه عمومی کشور ماست، این راهی است که نه تنها صدها و هزاران و میلیون ها بلکه کل ملت ما به این راه اشد ضرورت و نیاز دارن. دیگه ای که مسئله ای که ما به عنوان یک اولاد تحصیل کرده یا درس خوانده ای وطن، شخصا خود ما و همچنان انجینر صاحبای دیگه، ما گاهی وقت طرفی تونل میبینیم به این فکر میفتیم که کشور ما سراسر تو ویرانه است و انشالله آرزوی از این را داریم که این ویرانه ها را آباد بسازیم. و گپ دیگه ای که ما خیلی شکرگزار از این هستیم که پروردگار این موقع را به ما نصیب کرد که ما بتانیم بیاییم یک اثر بسیار مهم کشور خود، یک تونل سالنگ یا در کل خود سالنگ تنها یک راه نیست بلکه یک اثر معماری تاریخی کشور است، یک اثر است که واقعا یک هویت شناخته شده در دنیا داره و می خاطر به ما بسیار زیاد خوشایند است. دمی هوای سرد کار میکنیم و انشالله به زودی ها کار تمام میشه. ببینین سلامت باشین. وقت از گپایتان انرژی گرفتم و خوش میشیم که انجینرهای افغان ما کار میکنن. قبلا خارجی ها را داشتیم، اونا زحمت میکشیدن، بر افغان ها فرصت مساعد نمیشد که زحمت بکشن. حال خیلی خوب است که افغان های ما زحمت میکشن. والا دقیقا همین مسئله است. این تاریخ ثابت میکنه که هر کشور اولاد خودم و کشور جور میکنه، هر کشور ملت خودش میسازه. حتی روی دنیا هیچ جایی را نمیتونیم سراغ بکنیم که یک بیگانه بیا یک کشور دیگه ای را بسازه. خب او معلوم دار بود که هر کس به منافع خود بود و الحمدلله جای بسیار شکری است که امروز میبینیم امنیت برقرار است. سراسر وطن پروژه های بسیار خوب، پروژه های سرک، پروژه های آبیاری و آبرسانی و حاصل القیاس پروژه بسیار زیربنایی داره، شروع شده و جریان داره. بسیار جای خوشی است. انشالله. بر مردم چی وعده میتین؟ کسایی که فعلا یک مسئولیت بسیار بزرگ را گرفتین و سالنگ است که مردم منتظر ساخت سازش است، بخیر چی وعده میتین بر مردم من حیث انجینر افغان؟ والا کلانترین آرزوی ما فعلا تکمیل شدن ای را و باز شدنش بروی ملت ماست و جدا از این مسئله اولا آرزوی سلامتی و سعادت به تمام ملت مسلمی افغانستان، ملت خود ما دارم و وعده ما و شخصا وعده خودم ای است که تا روزی که زنده هستم انشالله برای وطن زحمت خود کشیدم و این وطن تا حد توان خود، حتی با یک بیل، حتی با یک خشت آباد خود کردم انشالله. بخیر سلامت باشین، نور چشم هستین و در حقتان تمام مردم دعا خواهد کرد. سلامت باشین. بسیار زیاد شما بسیار زیاد خوش آمدین در هوای سرد اول ما را گرفتین. بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستا واقعا امور رقم که من انرژی گرفتم، شما از گپای برادر انرژی گرفتین. دوستا امور رقم گفتم دکان ها در کل بسته است و اینجا یک دکان باز است. امور رقم در گزارشی که قبلا داشتیم از این ساحه آمده بودیم باشه که احوال از این برادر رو بگیریم. سلام علیکم. دوستان داخل بیم که از گرمی از اینجا استفاده بکنیم. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ شما خوب هستین؟ چونتان جور؟ قربانتان سلامت باشین. حالا میبینیم قبلا خوب جمع جوش بود اینجا، حالا جمع جوش نیست. اینجا بین، اینجا در کنار ما بین. بیا که کم شیر آقا، بیا گپ بزن. بین تمامتون بین. رابندی هست
بعد از اینکه تونل بسته شد مردم هم دیگه دکانای خود بسته کردن. دیگه راوی چی کنه کار بار نیست مردم دیگه خونه نارخکی جد میشینه دیگه خونه. روزانه چقدر پیداگری داشتن از اینجا؟ نه گفته نمیتونم خب من این دکان از من نیست از یکی از دوستاست برای یک روز دو روز هم تو امانت دیگه. خیلی ببینه حال حتما انجینرها و کارگرها حتما یگان چیز میگیرن. این کارگرها و انجینرها بیچاره زیاد بگیرن یکم کیک چیزای خوردنی و میگه پا. خیر باشه. اینا دوستا مردم سالنگ ما اینا واقعا به اینمی آب و هوا ساخته شدن. ما وقتی میایم دستای ما میره کم میمونه یخ پسته میکنه و حتی نمیتونیم تکان بدهیم. آفرین از اینا که از این شروع ماه حمل تا ای که زمستان سپری میشه اینمی هستن زندگی میکنن. به نظر من گرمی شاید خوشتون نبیه. نه گرمی جای خدا داره سردی جای خدا داره انسان به هر ضرورت داره. دقیقاً و هوا از این کدام سردتر میشه اینجا؟ از این بالاتر میشه که زیر صفر میشه. حال چقدر است؟ حال گفته نمیتونه خب حال دیگه قابل تحمل است برای شما؟ نمیتونه که آدم گزاره کنه برای یک ساعت نیم ساعت بیرون. دقیقاً. شما خوب هستین؟ الحمدلله. صحتتان خوب است؟ درست خوب است بخیر جان مانجور است. وظیفتان همین ساعت است؟ وظیفه ما با میری ماشین کار دستکار برقی. خب خیلی ببینین سلامت باشین. از جمله کسایی هستین که در وطن خدمت میکنین. بله بله بله. خوش هستین؟ الحمدلله شکر خوش است. چطور پیش میره کارهایتان؟ از کارتان راضی هستین؟ الحمدلله در کار ما راضی هستم. شکر خدا میکشم. کتی هوای سرد عادت کردین؟ عادت کردیم فهمیدی چند سال هم اینجا تیر کردیم. خیر ببینید سلامت باشین. مزاحم شما نمیشیم. چای داده میتونه. خیر سلامت باشید قربانتان. این دوستا چقدر خوب اینجا دوستای ما جمع میشن و اینمی صمیمیت به وجود میارن و در کل زیبایی های سالنگ خود شما شاهد هستین. آب روان سالنگ که فعلا خیلی شاید سرد باشه و خیلی سرد است. خیلی سرد است. آب برف است. آب تازه و گوارا هست. از اون معدنی کدام آب اینجا خیلی خوشایند است. خب بازارهای ما فعلا قسمی که دیده میشه در کل بسته هست و انشالله که بعد از اینکه سالنگ باز میشه باز هم جمع جوش خود پیدا شد. باز هم مردم ما مراجعه میکنن. باز هم امور رقم دلگرمی و بازسازی را خود داشتیم و این رقم چیره را دوست نداریم که همه جا بسته باشه. اما به خاطر از اینکه تونل ساخته میشه بر از او خوش هستیم. خب دوستا مجبور هستیم که برنامه را همینجا تمام بکنیم و تا ماهای آینده و خیر که تونل سالنگ افتتاح خواهد شد باز هم میاییم و گزارش می داشته باشیم و تشکری میکنیم از حوصله‌مندی شما. تا دیدار بعد که من معین مهرزایی در خدمت شما حاضر میشم. شما رو به خداوند یک تا میسپارم. شاد خورم. زندگی